در سالهای آخر در کشور ما اصلاحات وسیع در ساحه سود و حقوق با واسطه وارد نمودن تکنولوژی‌های اطلاعاتی معاصر و رقمگذاری فعالیت مقامات حفظ حقوق کشور برای تامین شفافیت آنها عملی شده ایستاده است. در جریان این اصلاحات بلند برداشتن صفت تفتیشات و تامین حقوق و آزادی‌های شهروندان و اشتراکچیان روند جنایتی در مرحله اولین تفتیشات وظیفه اساسی میباشد. مقامات پروکراتوری ولایت فرغانه کارهای زیاد و پیوسته را برای بلند برداشتن ملکه و کسبیت کارمندان تفتیشات انجام می‌دهند. به این مقصد ترینینگ ها و آموزش ها برای پروکورورها و متخصصان جوان براه مانده شدند تا که آنها ملکه های عملی خود را تکمیل دهند و به یک تخصصی بلند در ساحه تفتیشات تبدیل شوند. به خاطر عملی کردن این مقصدها پلیگون برای تفتیشات در بینوی پروکراتوری شهر مرغلان تأسیس یافته است. این پلیگون با اشیاءها و واسطه‌های معاصر ضروری مجهز میباشد که در آن کارمندان پروکراتور و متخصصان جوان مشغولیت ها میگذرانند. واسطه های کریمینالیستیکی، معلومات و تجهیزات ها برای آموزش عملی حالت هایی که در خط جای حادثه و ثبت کردن دلیل های اشیا مهمند استفاده می شوند. این پلیگون یک منبع برای ترینینگ ها و سمینارها با اشتراک متخصصان مرکزی اکسپرتیز کریمینالیستیکا و دیگر مقامات دخلدار می باشد. Farg'ona viloyat prokuraturasi tomonidan tergovchilarning kasb mahorati va malakasini oshirish maqsadida tizimli ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Xususan, Bosh prokuraturaning rahbariy ko'rsatmasi va viloyat prokuraturasi rahbariyatining bevosita sa'y-harakatlari bilan Mag'lon shahar prokuraturasi binosida tergov poligoni tashkil etildi. Ushbu tergov poligonida tasdiqlangan reja asosida tergovchilar va yosh mutaxassislar bilan o'quv amaliy mashg'ulotlar olib borilmoqda. O'quv amaliy mashg'ulotlar davomida tergovchilarga hodisa joyini ko'zdan kechirish, unda aniqlangan ashyoviy dalillarni olish va belgilangan o'sha tartibda mutaxassislar ishtirokida ta'minlash borasida tergovchilarga kerakli ko'rsatmalar berib kelinmoqda. همچنین برای تامین نگهداری درست و امنیت دلیل‌های اشیا در جریان تفتیشات در پروکراتوری شهر مرغلان و دیگر پروکراتورهای شهر و ناحیه‌ها خانه مخصوص نگهداری دلیل‌ها تشکیل کرده شده است. این خانه‌ها با تکنولوژی‌های معاصر از جمله استلاش‌ها، سیف‌ها و دستگاه‌های اتوماتیکی برای نظارت کردن حرارت و نمی مجهز می‌باشند. به این زمینه سیستم‌های ویدیو نظارت و سیگنالیزاسیون نیز برای تامین امنیت 24 ساعته نصب شده‌اند. با استفاده از تکنولوژی‌های رقمی پروکراتوری ولایت اینچنین 20 پلنشت تفتیشاتی را خریده برای سنجش و تحلیل در جای حادثه استفاده می‌کند. Marg'ilon shahar prokuraturasi tashkil etilgan tergov poligonida voqea joyini ko'zdan kechirish va jinoyatlarni issig'i izidan ochish bo'yicha amalga oshirish lozim bo'lgan birlamchi ishlar bo'yicha o'quv amaliy mashg'ulotlar o'tkazib kelinyapti. Bu juda ham muhim. Prokuratura organlarida xizmat o'tayotgan yosh mutaxassislar, tergovchilar uchun jinoyatlarni ochishda ko'maklashuvchi tor doira mutaxassislari, ekspertlar, kriminalistlar tomonidan o'quv amaliy mashg'ulotlarda voqea joyini ko'zdan kechirish, jinoyatlarni tergov qilish, issig'i izidan ochish bo'yicha qilinishi lozim bo'lgan va tergovchilar, yosh mutaxassislar uchun yangilik bo'lishi mumkin bo'lgan holatlarga oydinlik kiritilmoqda. Bir so'z bilan aytganda, mazkur tashkil etilgan tergov poligoni yosh mutaxassislar va tergovchilar uchun nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llab ko'rish va real voqelikda xatolarga yo'l qo'ymaslik uchun dastur amal sifatida foydalaniladi. در مشورت که روز هر شنبه گذرانیده می شوند کارمندان پروکراتور معروضه ها می کنند. سوال و جواب ها برگزار می شود و مسئله های مهم و عملی جریان تفتیشات تحلیل می گردند. این تشبوس ها کمک می رسانند که جریان تفتیشات در حدود ولایت در سطح بلند کسبی و حقوقی قرار گیرد.